تو امروز کارگر، بیمه، مالیات، حقوقش، همه اینا فشار روی بحث تولید تو کشور ما. اصلا حقوق یک کارگر رو کی تعیین میکنه؟ چطوریه که 7 تومن بگیره اجاره خونش 12 تومن باشه؟ نه من نمیفهمم. 7 تومن حقوق بگیره، نمیدونم ساندویچ ناهارش 100 تومن باشه. کی باید تصمیم میگیره برای این؟ من اینو میخوام حل بشه. برنامه ما باید اینو حلش کنه که من 7 تومن میگیرم، صبحانه میشه 20 تومن، نهارم میشه 60 تومن، شامم میشه 45 تومن، میشه روز 100 تومن. 3 میلیونش که میره واسه نهار و غذام. لباس که نپوشم، پا برنم راه برم. نمیدونم این چطوری میشه، این با 7 تومنه چطوری درست میشه؟ چطوریش اینه، همچین فرمول پیچیده‌ای نیست. من به عنوان یک کارفرما، کارگر، کارمند، پرسنل خودشون تعیین کنن چقدر راندمان دارن. تمام. من میخوام یه دونه راندمان بگید. من الان کارگر دارم که حقوق کارمندی کارگری پایه رو میگیره، کارگر دارم تو همونجا 3 برابر بغل دستیش میگیره. چرا؟ ما شایسته سالاری رو گذاشتیم، راندمان رو تعریف کردیم. اینجا جا داره ممنون آقای هاشمی، اشاره بسیار قشنگی رو کردیم. من الان گوینده دوبلاژم، فیلم سینمایی رو 300 تومن میگیرم. اگه هر روز که نمیشه 5 تا فیلم سینمایی، 10 تا فیلم سینمایی، میشه مثلا 7 میلیون 6 میلیون. فقط ترددمون و خورد و خوراکمون میشه همون 7 میلیون. پس ما نه زن داریم نه بچه، نمیدونم جام نداریم بخوابیم، هیچی، فقط زنده باشیم. شما الان واسه هر فیلم سینمایی 2 ساعته 300 تومن میگیریم. 300 میلیون؟ 300,000 تومن. شوخی میکنی؟ والله من نمیدونم. این نقاشی رو کاغذم نمیشه. حالا جالبه. من اتفاقا آقای میخوام بگم تو کارگاه، نه میخوام بگم الان کارخونه دار با یه سرمایه بزرگ و هنگفتی تولید میکنه، میگه من سالی 20 میلیارد سود میبرم. خب چطور از این 20 میلیارد سود نباید کارگرای شما مرفه باشن؟ چرا؟ پس چطور بشه که بریم دنبال این که حقوق تعیین کنیم 7 تومن، مالیاتش هم بشه 100 تومن، من 20 میلیارد سود ببرم، کارگرام هم طبق قانون کار. من برای همین میگم بریم زندان، همه بریم زندان ها کار کنیم دیگه، اونجا انگار مجانیه.